اطلاعات ازبکستان خبر داد که حرکت اتوبوس‌ها در خط سیر توشکند از سر گرفته شد. اتوبوس‌ها بین این دو شهر هر روز حرکت می‌کنند. شرکت اوزافتاترانس سرویس که از جانب ازبکستان مسافرکشانی را به مرکز ولایت سوخت انجام می‌دهد، مسافرانش را با اتوبوس‌های تمغه یوتونگ می‌کشاند. از جانب تاجیکستان در این خط سیرها اتوبوس‌ها از شرکت هولدینگ آسیا گروپ تاجیکستان حرکت می‌کنند. اتوبوس‌ها از автовокзал تاشکند ساعت‌های 9:00 و 18:00 برا می‌برند. راهگیری به مبلغ 100,000 سوم ازبکی یا 100 سومان تاجیکی مقرر کرده شده است. قبلا شرکت آزاد اکسپرس اعلام کرد که از روز 18 اکتبر انتقال مسافران در خط سیر خوجند را از سر میگیرد. اتوبوس‌های دو قبطه شرکت از خوجند تا پایتخت ازبکستان هر روز رفاه خواهند کرد. برای گذشتن از مرز مسافران باید با خود نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس داشته باشند. در صورت نداشتن چنین سند آنها باید در مرکز اکسپرس تست بسپارند. نرخ آن 160,000 سوم ازبکی بوده است. همچنین برای کودکان تا 6 ساله سند درباره سالم بودن و گرفتار پلیامیلیت نبودن کودک حتمی است. در مرحله اول اتوبوس‌ها صبح ساعت 8:00 از ترمینال آزاد اکسپرس در محله 16 شهر خوجند به راه برآمده مسافران را تا ایستگاه صابر رحیموف خواهند برد. اتوبوس‌ها از تاشکند ساعت 18:00 برا خواهند گشت. نرخ سفر به یک طرف 100 سومانی مقرر شده است.